در آزمون زیبایی بین بانوان مهاجر میس FMR 2021 که فدراسیون مهاجران روسیه در مسکو دایر کرد، زادگان ازبکستان و تاجیکستان روشانا کریمووا و نورنیسا عبدالمعینووا غالب آمدند. روشانا از جانب هیئت حکمات میس FMR دانسته شده. نورنیسا در آوازدهی در اینترنت آواز از همه بیشتر به دست آورد. صاحب جایزه محبت تماشابینان شد. 6700 نفر آواز دادند که این نسبت به 2300 آواز گرفته غالب آزمون روشانا قریب 3 مرتبه بیشتر است. آزمون زیباترین بانوان مهاجر روسیه اینک بار دوم برگزار شد. سال 2020 در این آزمون زاده تاجیکستان فاطمه قلدارова شاه جایزه را صاحب شده بود. روشانا کریمووا از یک خانواده ایجادکار است. مادر او در اورگنج استاد رقص و پدرش مطرب بودند و خود روشانا از 3 سالگیش رقص را آموخته رقاصه کسبی است. روشانا در مرحله نهایی آزمون در بخش هنرنمایی ایجادی همه را با رقص ازبکی لزگی مبهوت کرد. به روشانا برای پیروزیش در آزمون همچون جایزه بورسیه تعلیم در دانشگاه مولوی حقوقشناسی مسکو تقدیم کردند. نورنیسا در فینال رقص پامیری را اجرا کرد. او 28 سال داشته در بدخشان به دنیا آمده است و حالا در یک مهمانخانه در مسکو کار میکند و همچون رضاکار به تربیت کودکان تا سن مکتبی مشغول بوده است. برای اشتراک در آزمون زیبایی میس FMR 2021 50 دختر از 13 کشور درخواست دادند. به مرحله نهایی 10 نفر از 5 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان راه یافتند. گفتنی است که 4 نفر از دختران به فینال راه یافته از تاجیکستان نورنیسا عبدالمعینووا از بدخشان، رخشانه محکمووا و پروینه عثمانووا از دوشنبه و نرگس ظفرова از کانی بادام. رخشانه محکمووا حالا به حیث دایه کار میکند ولی آرزو دارد که کارگاه لباسدوزی خودش را بکشاید. او برای اشتراک در مرحله نهایی آزمون برای خودش از ادرس و اطلس پیراهن انداخته بود. پروینه عثمانووا در رشته زبان و ادبیات روسی دانشگاه آموزگاری مسکو تحصیل میکند و همچون رپتیتور کار میکند. پروینه در آوازدهی در اینترنت بعد نورنیسا جای دوم را صاحب شده بود. نرگس ظفرova دانشجوی کالج آموزگاری بوده، حالا به حیث دایه کار میکند ولی آرزو دارد که معلم شود.